مثل بزگر شدم. الان که خودم دارم تو دوربین میبینم میفهم چقدر قارچ شدم. شاید دوربین اینجوریه ولی خیلی خوب زده. به من نمیاد ولی خیلی خوب زده. متوجهید؟ بنده در ذهن و خیالاتم خیلی خودم رو انسان برونگرایی تصور میکنم، در حالی که اینطوری نیست. ساجده کی میخوای به این حقیقت برسی که ساجده تو اصلا نمیتونی حرف بزنی. اینجوری بودم که میرم اونجا به خانمه میگم که به نظرت موهامو چه بشو کنم. اینجوری بودم که مطمئن بودم که وقتی دارم میرم آرایشگاه یعنی باید موهامو کوتاه کنم، قرار نیست برم پول بی خودی بدم برای اینکه فقط نوک موهامو بزنه. اوکی، ولی گفتم حالا مثلا نظر خانومم بپرسم دیگه. نه نظر خانومه. اون که نپرسیدم. خب خیلیتون راحت، هیچی نگفتم و اینجوریام که اوکی من تازگی‌ها داره موهام میریزه، از خانم پرسیدم که چیکارش کنم. رفتم اونجا تا اومد خانمی ازم پرسید که مدل داری و من فقط گفتم آره و مدلمو نشونش دادم و نشستم. خب و برگشت بهم گفتش که چقدر موهات خوبه، خدا خیرش بده، از موهام تعریف کرد. آره هیچی نگفتم. دوستان متوجهید؟ هیچی نگفتم و گهگاهی خانمم نگاه میکنم و اینم که عالیه. دفعه قبلم اینجوری بودم ولی اشک تو چشام داشت جمع میشد. چرا؟ چون دفعه قبلش چتریامو خیلی کوتاه کرد و شبیه یک پسر بچه تخس شده بودم. الانم شبیه پسر بچه تخس، مثل موزه‌گر شاید یا قارچ، نمیدونم. این دفعه کمتر لال بودم و وقتی اومد سراغ چتریام گفتم که میخوام زیاد کوتاه نشه، به هم افتخار کنید. و قسمت جالبش اینه که با مینیبوس برگشتم. یه مینیبوسی هست که جلوتر از اتوبوسایی که مثلا سمت باغ فیلم میرن و اینا، این مینیبوس جلوتر از اون اتوبوسا میاد. خب بعد یه پیرمردیه و خیلی مینیبوسش باحاله، پر از نکن با پیرمرده مثلا اینجا که رانندگی میکنه اینجاش پر از عجق و عجقی که آویزون کرده، از انگور پلاستیکی بگیر تا توپ بدمینتون و دعا و آیت الکرسی و نمیدونم تسبیح و اصلا همه چی اونجا میتونی پیدا کنی. خب خیلی چیز جنگول داره، زنگوله اونجا هست. من همیشه مینیبوس رو میدیدم ولی مثلا فکر نمیکردم که برسونه. یه بار مثلا یادم خیلی منتظر اتوبوس بودم، بعد نیومد اتوبوس، ولی مینیبوس اومد و من سوار نشدم. نمیدونم چرا، یه اونجا که نه دیگه چون اول سوار نشدم پس دیگه سوار نمیشی. و بعد من نیم ساعت منتظر اتوبوس بعدی بودم. انقدر اون روز فشار خوردم که ساجد اگه سوار اون مینیبوس میشدی و میرفتی الان رسیده بودی. اصلا خیلی زجر کشیدم. و این دفعه که اومد بنده مثل جت دویدم سوار شدم. وقتی سوار شدم من نگاه کردم که تمام کسایی که سوار شده بودن پیرزن و پیرمرد بودن و من اینجوری خوش و خندان با ذوق فراوان که سوار مینیبوس شدم اجازه دادم و نگاه کردم من پیرمردم. خودم هم خیلی اخلاق پیرمردی دارم، میدونی، یعنی یه خلق و خوی پیرمرد طوری دارم. پیرمرد بودن پوز نیست، سبک زندگی. آره واسه خیلی حال داد و قسمتش. و یه چیزی هم از اینا خریدم. داشتم از کنار داروخونه رد می شدم از این بالملب های جالب. ساجه بالملب میزنه ماهی یه بار. پس چرا نخرید؟ چون گیرین بود. رفتم تو داروخونه گفتم که بالملب میخوام و خانمی کلی بالملب‌های مختلف آورد. گفت این فلانه، این برای اگه خشکی لبت خیلی شدیده این بهترین برنده و اینجوری داشت توضیح میداد و اینجوری که من اون سبزه رو میخوام. آخه کی بالملب میزنه؟ حالا میزنن ولی خب ساجده بالملب نمیزنه. خوشگل شیک مدرسه گرین. گیرین چه بوی خوبی میده. قربون خودم برم من چقدر خوش سلیقه‌ام. بوش خیلی آشناست. محیطو شاید مساحتونه خیلی بامزه. بزنم حیف نیست سبز میکنه لبمو. بزنم خوشمزه اصلا مزه نداره. آخه چرا باید بخوری؟ بهتون بگم چند خریدمش که اگه رفتید بخرید تو پاشتون نکنه.
199,000 تومان، 200,000 تومان. بکنم تو پاچه من کرد. نمیدونم. از اونجایی که تا فردا دیگه کار ندارم و فقط کلاس شیمی دارم، کلاس آنلاین شیمی، شدم فیزیک، نمیدونم. پس میریم تا فردا. با سجاد همراه باشید. به ادامه ولاگ همراه با سجاد خوش آمدید. امروز فردا نیست، امروز پس فرداست. بنده دیروز ویدیو نگرفتم و الان ساعت 6:51 است. صبح ساعت 5 بیدار شدم. شبیه چیز ددیارتال شدم. چرا 5 بیدار شدم، پنکیک درست کردم، ظرف مادر بزرگ. امروز قرار صبحونه بخوریم تو مدرسه. پینکلی یادم پینکلی رو داشت یادم میره. این بالشتم اسمش پینکلیه. 2 ساله که در لحظات سخت مدرسه همیار و هم پای من بوده. این چند روز واقعا جالب پیش نرفت. این هفته میتونم بگم اصلا باورم نمیشه امروز فارسی داریم. من حس می‌کنم دیروز فارسی داشتیم، ولی من 1 هفته پیش فارسی داشتم و الان دوره فارسی دارم و نخوندم. واقعا دستم درد نکنه. خیلی داره بد میگذره، یعنی هم داره نمیگذره هم داره تو میگذره. من دارم درک نمیکنم داره چه اتفاقی میفته. من میترسم به خودم بیام یا ببینم مثلا سال تموم شده، نمیدونم کنکور دارم. استرس این چیزا استرس نیست. خب یهو یادش میافتم و تو دلم خالی میشه و یهو جایی که نه اصلا مهم نیست، اصلا کی به این اهمیت میده و بیشتر وقتا اصلا بهش فکر نمی‌کنم، ولی وقتی بهش فکر می‌کنی و یهو یاد میاد خیلی بده. ریزش موهام شدید شده، یعنی موهام دسته میریزه و صبح که بیدار میشم متکام پر موه و بچه‌ها میگن که دوستان میگن که به خاطر استرسه. نمیدونم، آخه من استرسی ندارم، شدم دارم ولی استرس ندارم. خودم رو گول میزنم شاید، ولی فکر نکنم. نمیدونم. دیشب رفتم پیاده روی و از این غلات صبحونه ها گرفتم که امروز در صبحونه اینا بخوریم. نمیدونم واقعا چرا یا این تصمیم گرفتم، ولی خیلی یهویی، چون بچه‌ها خواستن تخم مرغ بخورم و نیمرو درست کنن و املت درست کنن. من املت دوست ندارم. نکنه اینجوری نیست که دوست نداشته باشم، اصلا حالم بد میشه وقتی نیمرو میخورم به خاطر روغنش و اینا. نیمرودن املت منظورم، املت خیلی بدتره برام. شدم تو روز دماغت نمیدونم، ولی خب کلا بچه‌ها خواستن تخم بخورم و من دوست نداشتیم. گفتیم ما صبحونه لاچکری میخوریم. لاچکری. امیدوارم که امروز روز خوبی باشه، راضی باشم و از اونجایی که ساعت 6:59 است و من 7 با دیسکو اتوبوس باشم و تا اسکوتوس 5 دقیقه راهه، برم که بریم. حیات باصفای مدرسه.